ولاگ امروز رو از میدون نقش جهان شروع میکنیم با دوستم مبینا. سلام. نه بد شد. چی؟ اوستا. امروز قراره بریم پیشه اوستا عباس. چی کار کنیم؟ قراره رو دستمون مهر بزنیم. بچه‌ها ما می‌خواستیم واسه ولاگمون صحبت بکنیم ولی اذانه و حالا اذان که تموم شد دوباره شروع میکنیم. بچه ها بعد بیایم بازار قیصریه. از این پله ها بریم بالا تا برسیم به اون سفر. اینجا کجاست؟ مبینا اگه میشه رو اینجا بهتره. بچه ما مهر زدیم. خیلی خوشگله. این برگ منه. خب اینم ما بیا نشون بده. وطنم. حتما سر بزنیم. خیلی خوشگله. بچه عاشق میدونم واقعا. دوستم سلام. بچه ها اینجا وحشتناک ترین جای اصفهانه. داد میزنن که دلار یورو میخواد. من یه 2000 دلار میخوام عزیزم. داری بهم بدی رایگان؟ والا. و از صبح تا شب همینطوره ماجرا. ببینید دلار یورو مبینه کسی چیزی نمیخواد. چرا من البته من دلار و یورو نه، من فرانک فرانسه دارم. چقدر تو پردون. واو بچه ما زبان فرانسه بلدیم. میدونستیم که تو چی میگفتی؟ aujourd'hui نه aujourd'hui نه. اون یکی نمیدونم. یه چیزی تو بودیم رو تو دانشگاه یه چیزی گفتی. پقلون؟ نه نیست. نمیدونم گفتم چی؟ یه چیزی گفت این که بی نظیره. فوق میدب. نه فوق میدبلم نبود. یه چیزی دیگه بود. وای نمیدونم مبینه. باورم نمیشه که ما فرانسه صحبت میکنیم. وای bonjour à tous. Comment ça va? Comment allez-vous? Je vais bien, je vais. Merci. Je vais bien aussi. Oh, mademoiselle. Wow. Ça se va. Bravo mademoiselle. Mademoiselle. بچه وقتی میگه اینجوری من یاد یکی از استادم میافتم که میخوام سر به تنش نباشه. اسمشو نگیم یهو مثلا پشکارانو باز کنی و از روش بخونی. خدا لعنتت کنه. خوب اداشو در میاری. بچه ها ما اومدیم کوچه تلفن خونه که پلنر رو اینا بخریم. مبینا این چیز هستا؟ چی؟ ویژن بورد. ویژن بورد همین هست که مثلا یه حالت خوره. مبینا اینو خرید فعلا. من دوست نداشتم. میدونه از این اتودای هویج گرفتم ولی هیچ استفاده ازش نداشتم. آخه بوم بسته زاینده رود مبینا. و اصلا زاینده رود دیگه نیست، مرده روده. فکر کنم اینجا عمده فروشه دیگه مبینا. تک چقدر این باکساشون خوشگله. بچه شاید باورتون نشه ولی من اینو از توی همین سپه گرفتم 75,000 تومان.
اینو الان می‌خواستیم از شهر کتاب بگیریم رو 150 تومن به خدا بهمون میدادن. بپانایی توی تیرم به پاپاهای شتابون یه هایی نرن رو صابون. چی بودی خوندی؟ بچه دوستم 5 سالشه. بچه بذارین ما چون گشتمونه من میخوام یه شعر در مورد غذا بگم. یه که خانوم پیتزامون هاته بگو که پول باهاته اگه که پول نداری اینجا جایی نداری. نه بچه بچه انقدر گشنمونه و الان نون و سنگم بهمون بدن. یه جمع نون و سنگ لطفا. ممنون. یه پرس. ما همین الان از مترو پیاده شدیم و دارم مبینه برم خونم به سمت خونه دوستش. ما رسیدیم خونه بشقنده. بفرمایید. مرسی بفرمایید دوستان بخیر. بچه ها اینم ناهار ما. بلاک شده بودن ناهار خودتون ببخشیم. خیلی هم خوشمزه است. از مبینه بگیرم. خوش اومدین به خونه دوستم. بچه ها من دوباره پنکیک درست کردم. ببینید چقدر خوشگل شد. فقط اون روز توی ویدیو زشت شد میخواست آبرو منو ببره. اینم پنکیک خوشگلم که درست کردم. آدم برفی من کج شده. دیزاین بای نگار قاسمی.